با درود مجدد به شما همیهنان گرامی به بخش دوم برنامه امروز خوش آمدید. در مورد مبارزه بدون خشونت و وضعیت فعلی و گذشته آفریقای جنوبی صحبت کردیم به مناسبت درگذشت نلسون ماندلا. حالا می‌پردازیم به اولین سوال در این بخش که سوال میتونه این باشه که اساساً پیام فلسفی و سیاسی ماندلا چی بوده برای دنیا، نه تنها برای آفریقای جنوبی؟ حالا خدمتتون شد که در واقع ماندلا در موقعیتی به رهبری آفریقای جنوبی رسید که تنفر و کینه به اصطلاح مردمانش، یعنی سیاه‌پوستان نسبت به سفیدپوستان بسیار زیاد و همونطور که در بخش قبل اشاره کردم توقع این نبود که کسی به این فکر بیفته که میشه به سوی همسازی و همگرایی و آشتی با دشمن رفت. همین امروز هم این مسئله بسیار بسیار بعید به نظر میاد و همین امروز هم به سمت مبارزان ایرانی خودمون که ببینیم، چون یکی از پرسش‌های شما در بخش قبل همین بود، هنوز هم این مسئله باز روشن نیست که با دشمن چه باید کرد و چگونه باید با دشمن از در ستیز برآمد، چه نوع ستیزی، خشونت‌آمیز یا ستیز از نوع دیگه. بنابراین به عبارتی فلسفی او همان سازش ملی بود، یعنی یک سازش ملی میون اقشار متعدد. وضعیت و راه بردی که ماندلا برای کشور خودش عنوان کرد به هیچ وجه کپی برداری ازش نباید کرد. یعنی ما در کشور خودمون روش‌های متعدد ویژه‌ای داریم، میتونیم از عدم خشونت صحبت کنیم در موقعیت ویژه خاصی، ولی از اون مدل نمیشه کمک گرفت برای به اصطلاح راهبرد مبارزه سیاسی در ایران. هر کشوری ویژگی خودشو داره. شما به تونس نگاه بکنیم، به مصر نگاه بکنیم، به سوریه نگاه بکنیم و به ایران، ببینید هر کدوم از اینها روش‌های مبارزاتی اجتماعی و سیاسی خودشون رو داشتن. اما مهمترین خصوصیت تفکر ماندلا این بود که یعنی در واقع اون چیزی که کمترین ویژگی رایج میان مردمانه، اونمی که درست قادر بشی در لحظه یک به اصطلاح پیچش بزرگ به خاطر منافع ملتت یا تاریخت، اون جایی که بیشترین حرص و ولع رو برای انتقام گیری داری و بیشترین قدرت رو برای تنفر داری، در اون لحظه بزرگ از تنفر و انتقام بگذاری. یعنی درست این در اون مرحله پیچش بزرگ هست که میتونی سکوت کنی و به عقب بازگردی و نگاه مجدد بکنی و چه بسا که فکر کنی که در نزد دشمن تو بخش‌هایی از وجود تو هم در اون هست، یعنی خوبی‌های تو هم در بدی‌های او شاید جاهایی پیدا بشه و برای همین او یعنی ماندلا فکر میکرد که میشود در جستجوگری مداوم در نزد دشمن خوبی‌هایی رو دید و اون خوبی‌ها رو گسترش داد. نه هر دشمنی، نه در هر موقعیتی، بازم اشاره میکنم، اما این گونه او عمل کرد و برای همین سفیدها رو مغلوب خودش کرد. من یادمه در بخش گذشته صحبت کردم از سفرم به آفریقای جنوبی، واقعا ماندلا رهبر ملی، پدر ملت برای همه اقشار بود. حالا همه اقشار که دارم میگم اشاره کردم که سفیدان هستن، سیاهان هستن و هندی‌ها و چینی‌ها. یعنی هندی‌ها و چینی‌ها یعنی رنگی‌ها در واقع به عبارتی تعداد حدوداً 9% از جمعیت رو دارن، خیلی زیادن، حدوداً 9%. یعنی که این آشتی ملی خب خیلی بسیار بسیار مهمه. یک جمله بسیار جالبی ماندلا داره، دوست دارم بخونمش. میگه ستیز دو فرد لزوما به معنی این نیست که آنها از هم تنفر دارند و عدم ستیز دو تن لزوما به آن معنا نیست که آنها همدیگر رو دوست دارند. این خیلی مهمه، این که نسبی بکنیم مقولات رو. البته ما در دهه 1990 هم در حوزه علم هم در حوزه فلسفه انقلابی داره صورت میگیره در دهه 90 که ما را هرچی بیشتر در ادامه تئوری نسبیت، هرچی بیشتر در حوزه اندیشه و تفکر، در حوزه سیاست و کاوشگری اجتماعی و در حوزه سیاست ورزی
به نسبیگرایی بیشتر میکشونه. یک نکته بسیار مهم دیگه هم داره و این ما رو برمیگردونه به اون کمیته حقیقت‌یابی کیپ تاون در شهر کیپ تاون، کمیته حقیقت‌یابی که بعد از به اصطلاح به دست گرفتن قدرت به توسط ماندلا بود ایجاد شد. میگه ما مسئول کارهایی هستیم که انجام بدیم، صرف نظر از اینکه چه احساسی داریم، احساس خوب یا احساس بد داریم. اگر کاری رو میکنیم به این عنوان که فکر میکنیم داریم فرمان روایی میکنیم از رهبر یا از استادمون، این فرمان روایی تا حدودی قابل فهم هست، تا حدودی شما در اشتباهتون به بهانه فرمان روایی قابل بخشش هستین، اما فقط تا حدودی. میزانی از این هم مسئولیت شخصی و فردی شماست. چنانکه در میدونی که کمیته حقیقت‌یابی تعدادی بودن که اصولاً به اصطلاح قبول نمی‌کردن مسئولیت رو و بعد بحث سر این بود که قبول بکنن و بپذیرن که برخی از این مسئولیت‌ها به گردن اونها هست و اونها باید اعتراف کنن و مسئولیت پذیر باشن و این بسیار به هر حال مهمه. حالا این به اصطلاح تفکر ماندلا، چون که در این حال که یک انسان به اصطلاح خودش رو میگفت من مسیح نیستم، مسیحا نیستم، فکر نکنید که من یک اسطوره‌ام و یک انسان معمولی هستم، اما در سیاست ورزی و در اقتدارگرایی که دارم میگم، اعمال لیدرشپ بر سر تدوین صلح اجتماعی یک کارمند بسیار سنجیده میتونه باشه، یک هنر بزرگی میتونه باشه و این رو او تونست اعمال کنه. یک این که او تونست از سفید پوستان رو به همکاری جلب کنه، کار بسیار مهم، سفید پوست رو به همکاری جلب کنه و از به اصطلاح ثمرات دانش و تجربه اونها استفاده کنه. یعنی دشمن رو، همون جمله معروفی که در بخش پیش گفتم، دشمن رو به همکاری دعوت کنه. انقلاب است، دشمن رو به همکاری دعوت کنه. دومین کاری که کرد این بود که او فکر می‌کرد که باید دنبال بهانه بگردیم برای اینکه دوست و دشمن حالا با هم باشن. شما بازی روگبی رو که می‌دونین، بازی روگبی در در آفریقای جنوبی خیلی مهمه، حتی فیلمی هم هالیوود براش درست کرد و آقای واشنگتن براش بازی کرد. اینجا نکته جالب اینه که ماندلا بر سر این مسئله بازی روگبی خیلی تاکید می‌کرد و میگفت اتفاقاً ما، چون سیاهان خودشون جدا کرده بودن، گفتن که ما برای اینکه بتونیم احتمالاً بهانه ایجاد بکنیم برای اینکه سفیدان و سیاهان با هم کار بکنن، نزدیک هم دیگه بشن و امکان این آشتی ایجاد بشه، بهتر اینا در ورزش این کارو بکنیم. یکی از بهترین بهانه ها بود و چون خودش هم بوکسور بود دیگه، در جوانیش خیلی علاقه‌مند به ورزش بود، در واقع بهانه‌ای کرد که رگبی رو به اصطلاح فضایی تبدیل بکنه برای نزدیکی سفیدان و سیاهان. اینکه همه ملت باید با هم باشن، اینکه همه اقشار جامعه باید با هم باشه، از یک فلسفه دیرینه از آفریقای جنوبی سرچشمه میگیره که اوبونتو اسمشه. اوبونتو در واقع یک فلسفه است که حالا در جلوتر توضیح میدم که ریشه هاش چیه، که اصل اوبونتو در واقع که آفریقای جنوبی ها فکر میکنن که در ماندلا سمبل اوبونتو هست، یعنی اون رو داره متحقق میکنه. یعنی در واقع اوبونتو همکاری و با هم بودن رو میگه که درست ما در ایران خودمونم مثالهای بسیار بسیار زیادی از اون رو داریم که حالا بعداً بیشتر توضیح خواهم. بله، بسیار خوب. حالا شما در مورد فلسفه سیاسی و در واقع پیام فلسفی ماندلا صحبت کردین. آیا این پیام فلسفی و سیاسی میتونه در ایران هم کاربرد داشته باشه و در واقع راهبری کنه ایرانیان رو در جهت آشتی ملی و همکاری به قول معروف با کسایی که دچار تضادهای فکری هستن با هم؟ این میتونه در جامعه ما هم به نظر شما در واقع مفید باشه و عمل بکنه؟ چه تفاوت‌هایی بین جامعه ما و جامعه مثلا، خب تفاوت جغرافیایی و فرهنگی مسلماً وجود داره،
باید شاید بیشتر دنبال شباهت‌ها بگردیم یا اینکه اصلا اساساً؟ خب البته این خیلی مهمه که به اصطلاح بهش اشاره بکنیم که تفکر ماندلا زمانی شکل گرفت، تفکر آشتی جویانش که مباشر بودیم با امر جهانی شدن و امر جهانی شدن همونطوری که به اصطلاح فرهنگ آفریقای جنوبی مورد اصابت خودش قرار میده. در دوران انقلاب در ایران ما شاهدی چرخشی دیگه از نوع دیگه و از طبیعت دیگه بودیم. ما در دوران این انقلاب ایران درست ادامه از این نقطه نظر که اشاره میکنین شما، درست ادامه سنت انقلابات قرن 20 بودیم. یعنی دشمن میآید و اینجا دوست در واقع میآید، حاکمان میآید، تسلط به اصطلاح همه جانبه خودشون رو اعمال میکنن و از این طریق تمامی دشمن رو نابود میکنن. این فلسفه تضاد، این فلسفه تضاد در واقع فلسفه حاکم در قرن 18 19 و 20 هست. یعنی چیزی که در واقع میگه دشمن غیر از منه. این مانیکیسم که در واقع ریشش در مسیحیت و در واقع ریشش در یهودیت هم هست که در تفکر ایرانی هم شکل داره، در واقع اندکی متفاوته با اون چیزی که در دوران ماندلا در سراسر جهان شکل میگیره و اندکی هم از او پست مدرنیته ازش شکل گرفته که عبارت میشه از همسازی، نظریه همسازی. من در یکی از سخنرانی‌هایی که داشتم اخیراً و در تلویزیون اندیشم پخش شد در رابطه با مسئله زن، این بحث بین تضاد و تفاوت رو عنوان کردم. یعنی اینکه تضاد یعنی اینکه ما کسی هستیم و شما کسی دیگه، ما با هم تضاد داریم، دو نیرو با هم دیگه تضاد دارن، با هم برخورد میکنن و از این برخورد در واقع چیز دیگه‌ای، پدیده دیگه‌ای از جنس دیگه‌ای که منتها در این جنس دیگه عناصری از این و آن، یعنی تز و سنتز وجود دارن، تز و آنتیتز وجود دارن و این سنتز یعنی عنصر جدید و نو یک رهاورده کاملا رادیکالی رو متفاوتی رو میخواد ایجاد بکنه. این نظریه تضاد این بوده در واقع که البته من خیلی مختصر دارم عنوانش میکنم که خیلی هگلیه، خیلی مارکسیه. مارکس در واقع به این خیلی اعتقاد داشته و در واقع این راهبر تمام انقلابات بود. در ایران ما ادامه این روند بودیم. نه اینکه آقای خمینی بداند که نظریه تضاد چیست، ولی کل فرهنگ اون دوران، فرهنگ دهه 60 دهه 70 به اصطلاح تحت تاثیر بوده. حالا نه در خود قرن، در همون دهه 70 و 80 60 و 70 فلاسفه غربی به روی تئوری تضاد کار مجدد میکنن و نظریه جدیدی پیش میاد به نام نظریه تفاوت که میگه که ما با هم دیگه تضاد حالا به اون شکل نداریم که به اینجا برسد که لزوما دیگری رو بعد از بین برد، بلکه ما با هم دیگه متفاوتیم. میتواند که نوعی همسازی، همراهی، همگرایی، همنوازی بین عناصر متضاد پیشین که امروز متفاوت اونها رو قلمداد میکنیم به وجود بیاد و این همراهی و همگرایی خود یک انقلاب فلسفی بزرگ بود که پایه ها و ریشه های پست مدرنیته هم درش پدیدار میشه و باید بر این نکته اشاره کرد که در واقع اساس و ریشه این نوع نگرش، همونطور که در کنفرانس قبلی در دانشگاه اشاره کردم براتون مسئله زن، ریشه هاش در واقع در تفکر نیچه‌ای هست که یک تفکر غیر فلسفی است به عبارت، اما این ریشه ها رو داره. این یکی از ریشه های شکل‌گیری تفکر سازش آشتی در اون دوره است که حالا نمیگم که ماندلا که فیلسوف و اینها رو خونده، بلکه اون فضای فرهنگی حاکم این بوده و اتفاقاً ماندلا برعکس دیگر رهبران به اصطلاح مبارزه علیه آپارتاید خیلی سریعتر، تندتر، زودتر از این موارد فلسفی جدید تاثیر میگیره. دومین نکته بسیار مهمی که ما ببینیم اینه که ما در دورانی هستیم در دهه 90 در دوران به اصطلاح روی کار آمدن ماندلا که پا به پای جهانی شدن که خدمتتون عرض کردم. خود جهانی شدن یعنی گشایش مرزها، خود جهانی شدن یعنی ریختن انتظارات پیشین و اینکه میتونیم به هم نزدیک بشیم. خود جهانی شدن اصلا اینه.
حالا ما جهانی شدن از نظر اقتصادی و سودبری شرکت‌های بزرگ غربی فقط نمی‌بینیم. اساساً این مثلا کتابی هم که من منتشر کردم که حالا الان تو تورنتو چاپ جدیدش داره در میاد، اصلا بحثش اینه که ما برداشت دیگه‌ای بعد از جهانی شدن داشته باشیم. جهانی شدن یعنی در این حال نفوذ فرهنگ غربی در حوزه‌های فرهنگ‌های شرقی و آسیایی و این نفوذ در واقع کار رو به این میکشونه که ما دیگه حالا سربازار از مملکت اون مثلا در هند سربازار بیرون کردیم ولی فرهنگ مانده است. بنابراین ما این فرهنگ چه باید بکنیم؟ راهی به غیر از سازش باش نداریم. و این جهانی شدن فرهنگ‌ها رو از این زاویه به هم دیگه به عبارتی نزدیک کرده. اما بخش سوم، یعنی به همراه اون تحول در تفکر فلسفی و تحول در مسئله به اصطلاح جهانی شدن، یک ایده‌ای وجود داره در آسیا که می شود گفت که غربیان آسیا رو خواندند و فلسفه یا تفکر آسیایی رو گرفتند و اون رو از آن خود کردند، آنچنان که غربیان و مدرن‌ها و آنچنان که مدرنیته اصولا اینطوری عمل میکنه، یعنی آریت‌های دیگری رو میگیره و از آن خودش میکنه، میبره تو فیلترهای فلسفی خودش و تفکرات خودش، صیقل میده، از اون چیز جدید، میوه جدید، فراورده جدید رو ایجاد میکنه. این چیه؟ این چیزی در تفکر آسیایی، چینی، کره جنوبی، شرقی وجود داره که میگوید که بد و خوب من و تو نیستیم، که همون باز میخوره به تضاد که من خوبم تو بدی، حالا من میایم تو رو نابود بکنم. من و خوب من و تو نیستیم، بلکه در هر کسی خوب و بد روی هم و در کنار هم وجود داره، یکی روی یکی بد، یکی زیر. و این که در کنار هم من و خوب و بد موجوده، این که من باید تکلیف خودم رو با خودم روشن کنم که از اونی که به نام دشمن نام میبرم و اون رو صاحب خصوصیت‌های ویژه بد کردار و تنفرآوری میدونم، از اون خصوصیت رو در منم شاید وجود داشته باشه و اینکه در من هم چه بسا که اندکی استبدادگرایی، خودمرکزگرایی، عدم اعتماد و غیره شاید باشه. و اینکه این ترکیب دیگه این نیستش که من خودم از دیگری جدا کنم، بلکه من خودم نگاه میکنم چه چیزایی در خودم باید آلایش و پویش و تصفیه بشه، آلایش و تصفیه بشه. و از این تصفیه ببینید بدها در منم هست، این نیست که فقط در دیگریه. بدها در دیگری فقط نیست، بدیها در من بسیاره، در منی که خودم رو پرچمدار بهترین ها میدونم. بنابراین اگر ما الان از این زاویه شروع کنیم، اون چیزی که آسیایی میگه، پست مدرن ها، فلسفه جدید غرب بسیار تحت تاثیر این مقوله بودن. من یادم در دانشگاه پاریس زمانی که درس میخوندم و بعدم همونجا درس دادم سالها، استاد من رون بربیه که یکی از رهاوردهای اصلی کارش در واقع نظریه ترکیب بین مدرنیته و سنت بود، بسیار زیاد چینگرا شده بود، چینیگرا، یعنی فلسفه طرفدار فلسفه چین و غیره و غیره. اینه که این مقوله در نزد او و در نزد ادگار موغن، یکی از بزرگترین جامعه شناسان فلسفه، بسیار بسیار مهمه. و اینکه بعد از اون هم در نزد فراستی ارزنده‌ای که نظریه تفاوت رو عنوان میکنن، تفاوت بین من و دیگری و تفاوت بین من و خودم، لایه‌هایی که در من مخفی ماندند و من نمیخواهم به اونها نگاه میکنم. غرض کلام رو ببندیم، وقت اندک است. ماندلا میگوید که میبخشم برای اینکه در واقع راهی به غیر از بخشش وجود نداره، چرا که از طریق مرگ دشمن من چه بسا که راهی رو باز بکنم برای آفرینش دشمن‌های جدید در خود من، چون این تنفر آفرینی در واقع که در بیرون هست، در خود من انسان تنفر پروری رو به وجود میاره. این رو ماندلا در واقع، چون پرسیم درس اصلیش، درس فلسفه اصلیش چیست، در واقع این فلسفه اصلی او هست. و در واقع یک پیام جهانیه که میتونه همه جای دنیا در واقع کاربرد داشته باشه، این جمله از در مورد ایران. با تشکر از توجه شما میتونید پیشنهادات و انتقادات و همچنین سوالات خودتون رو در مورد موضوعات برنامه و پیشنهادات در مورد
در واقع عناوینی که انتخاب میشه برای بحث از طریق صفحه فیسبوکی نشست مونتریال یا صفحه فیسبوکی عطا هودشیان برای ما ارسال کنید. خوشحال میشیم از نظرات و پیشنهادات شما و تا برنامه بعد روز و روزگاری خوب رو براتون آرزو میکنیم.